به اولین ولاگ پیج من خوش اومدین. من یه مامان کارمندم که روزای تعطیلم باید کار کنم. صبح زود بیدار شدم، بچه‌ها رو حاضر کردم چون دخترم کلاس نقاشی داشت، همه با هم رفتیم کلاس نقاشی. سریع برگشتم خونه، در پنجره رو باز کردم چون هوا پاییزی و خنک شده بود. حالا وقت تمیزکاری خونه بود. بعد دور و بر رو جمع و جور کنم، اسباب بازی‌ها رو جمع کنم و لباس بشورم و بعدم جارو بزنم. بعد از اینکه لباسا رو شستم توی بالکن پهن کردم، لباسای دور و بر رو جمع کردم، وسایل بچه‌ها رو مرتب کردم و رفتم سراغ اتاق خودمون. مسئولات پوستیم رو مرتب کردم، اسباب بازی اتاق بچه‌ها رو جمع کردم و همه جا رو جارو زدم. اینجا دیگه انرژیم تموم شد. یه سوختگیری داشتم و حالا باید برم سراغ شغل دومم، بلاگری. حاضر شدم رفتم بالای پشت بوم توی انباری، توی سکوت برای تولید محتوای پیجم. اگه دوست داشتی با من همراه باشی، بیا تو پیجم. خوشحال میشم.